خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان نشر نی. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از جلسات نقد و بررسی کتاب نی. توی بعد از دور خیلی گرم تابستانی خیلی لطف کردین که تشریف آوردین و خوش آمدید. همونجور که میدونید امروز قراره درباره کتاب شهرسازان و شهرسازی رو در رو با حرفه نوشته خانم مریم کهنسال نودهی نودهی رو درست میگم دیگه، نودهی صحبت بشه درباره این کتاب. خب عنوان کتاب تا حدودی مشخص موضوعش چیه، یه زیر عنوانی هم داره: تحلیل عوامل مؤثر بر نقش پذیری برنامه‌ریزان شهری در ایران. کتاب در قالب مجموعه پژوهش‌های اجتماعی درباره ایران که نشر نی داره چاپ میکنه منتشر میکنه در اومده، قسمت شماره 7 این مجموعه هست. خب من مقدمه کتاب رو که میخوندم یاد یه خاطری از خودم افتادم، چون خانم کهنسال هم با یه خاطره شروع کردن مقدمه رو. اون موقعی که حدوداً 10 سال پیش خودشون توی یک شرکت مهندسین مشاور کار میکردن و یه تجربه‌ای داشتن. تقریبا برای من هم همین جوری بود، فکر کنم همون سالا هم میشد، حدوداً سال 88 87 بود که از بعد حادثه منم توی یک شرکت مهندسین مشاور کار میکردم، چون رشته لیسانسم همین نزدیک اینجا هم بود، توی خیابون جهان آرا بود شرکتی که کار میکردیم. من چون لیسانسم مهندسی معدن بود و یه چند وقتی رفته بودم کار روزنامه نگاری کرده بودم و روزنامه‌مون توقیف شده بود. این دوستای مهندسمون گفتن که آقا بیا، این اون آب نداره این رشته مهندس، این خبرنگاری آخرت هم میگن که گرفتن تا 88، ولی بیا همین کار مهندسی بکن و اینا. که از قضا ما توی شرکت مهندسی مشاور کار میکردیم. اونجا من مسئول آزمایشگاه مکانیک خاکشون هم بودم. بعد تازه اومده بودیم، این داشتن اون موقع این پروژه حقانی بانک موزه مال بانک مرکزی رو کار می‌کردن. ما اونجا مسئول آزمایشگاه بتون شده بودیم که خب خوردیم به 88 و یه اتفاقاتی افتاده. وقتی که از اون اتفاقات خلاص شدیم برگشتیم به شرکت، دیدیم خیلی اوضاع خراب شده و شرکت همش مقروض بود و اوضاعش خراب بود و اون پولایی که از دولت می‌خواست رو بهش نمیدادن. اصلا یه دونه از این همکارای مهندس ما کارش این بود که صبح که میومد شرکت میرفت اونجا میشست تا عصر. یعنی من ازش پرسیدم میگه چیکار می‌کنی؟ میگه من تا عصر اونجا میشینم که این چکای ما مثلا نقد بشه و این. یعنی این تجربه‌ای بود که من هم داشتم و خیلی جالب بود برام که این کتابم با همچین تجربه‌ای شروع شده و خانم کهنسال در مورد مجریان شهرسازی، اون کسایی که شهرسازای واقعی تو ایران هستن و تصمیم گیرنده بودن و کار کردن بحث کردن و تمرکزشون هم روی شرکت‌های مهندسین مشاور بوده. من بیشتر از این مصدق اوقاتتون نمیشم، مطمئنم که شما منتظرید که دوستان خودشون صحبت کنن درباره کتاب. خب ما اولش از خود خانم کهنسال می‌خوایم که خیلی کوتاه، چون برمیگردیم به شما، درباره کتاب و کاری که کردن کوتاه توضیح بدن. بعد در خدمت خانم آزاد هستیم و در انتها هم در خدمت آقای عطاری. حتما سعی می‌کنیم که پرسش و پاسخ داشته باشیم، نظرات شما رو هم بشنویم. خیلی ممنونم، بفرمایید. مرسی از شما. سلام به همه دوستان عزیز و خیلی ممنون از حضورتون در این روز گرم. حضور تک تکتون رو قدردانم و خیلی ممنونم از نشر نی برای اینکه قبول مسئولیت کردن و این کتاب رو چاپ کردن که حالا داستانش رو توضیح میدم که عمری گذشته برای من برای اینکه این کتاب به ثمر برسه. و همینطور از آرمان زاکری به طور مشخص که مسئول این پژوهش‌های اجتماعی درباره ایرانه متشکرم به خاطر پیگیریش و به خاطر اینکه این در حقیقت سلسله کارها رو توی نشر نی دنبال میکنه و خوشحالم که شماره 8مش هم به تازگی در اومده که راجع به کتاب یعنی کار کودک در ادبیات داستانیه و خیلی خوشحالم که این مجموعه ادامه داره. خب چون من فقط 5 دقیقه میخوام صحبت کنم، فکر میکنم یه چیزی بگم که کمی شخصی باشه و دریچه ورودم رو در حقیقت به موضوع نشون بده، چون بعدش محتوای کتاب که حلاجی خواهد شد.
ولی در اصل این کتاب از یه جوری از تجربه زیسته من یا از یه تجربه‌ای که از کار در مشاوره یه معمار و شهرساز داشتم در اومده و واقعیت اینه که من 5-6 سال در مشاور کار کردم، مشاور شهرسازی، اما در حین اون خیلی چون آدم همیشه میشه گفت فضولی بودم، سرم در مشاورهای متفاوتم بود و همیشه توی جلسه های کانون‌ها، انجمن‌ها و جامعه‌ها شرکت می‌کردم. دغدغه‌های مشابهات تو ذهنم بود و به نوعی فقط اون کار تخصصی و فنی توی مشاور برام مهم نبود و اولش اصلا نمی‌فهمیدم که این دغدغه از کجا این میتونم بگم که ناآرامیه متوجه نمی‌شدم که ریشش از کجاه. واقعیت اینه که همونجور که آقای آزموده گفت، تجربه من در کار در مشاور با وجود اینکه در یکی از مشاورهای متوسط کار می‌کردم و مشاوری که بسیار به نظر من سایز متوسطی داشت ولی سقف بلندی داشت برای رشد، متاسفانه با وجود این مسائل بیرونی به اضافه مسائل درونی شرکت به تجربه تلخ بسته شدن انجامید و به نوعی برای من این سوال همیشه ایجاد کرد در اون زمانی که توی مشاور بودم که چرا، یعنی چه اتفاقایی، چه چیزایی باعث میشه که مشاور ما الان وضعیتش اینجوری باشه و ما به عنوان کسایی که توی اون مشاور کار میکنیم در چه موقعیتی هستیم، اصلا چه نقشی داریم، چی کار میکنیم و چقدر در این ساختاری که از شهر میبینیم ما موثریم. خب این دغدغه ذهنی در من اونجا به وجود اومد و بعدتر به این نتیجه رسیدم که و در کنارش خوندن یادداشت‌های اساتیدی که با تند و تیزی معمارها رو و به تبع اون مشاورها رو زیر سلابه می‌کشیدن و یا دوستای دیگری که به واسطه در حقیقت نقدها و پژوهش‌هایی که انجام میدادن یهو مثلا میگفتن که همه مشاورایی که وجود دارن کارگزار قدرتن و عامل قدرتن، همشون مثلا ساختار مثلا زیر ساختار. خب بالاخره منم خیلی جوان‌تر از الان بودم، مثلا 15 سال کوچیک‌تر بودم از الان و اون بچه انتقادیم خیلی پررنگ و تند و اینا بود. یه پاراگرافی از تو کتاب نوشتم، اولین پاراگرافی که این دغدغه‌ام شد که مثلا شروع کنم و بعد خواستم یه مقاله بنویسم، بعد گفتم که خب نه کتابش میکنم. اینطوری بود که نوشته بودم که حجم انبوه چالش‌های برنامه‌ریزی و پاسخ‌های تکراری و مشابه برنامه‌ریزان شهری به این چالش‌ها بدون توجه کافی به بستر گسترده این چالش‌ها در ایران داشتن نگاهی منتقدانه به افکار و رفتارهای این بدنه حرفه‌ای رو توجیه می‌کنه. به جز چند استثناء اغلب شرکت‌های مشاور شهرسازی را می‌توان به عنوان سازمان‌های در خدمت خود، غیر سیاسی و حتی واکنشی در نظر گرفت. سازمان‌هایی که از ویژگی‌ها و قدرت‌های حرفه‌ای لازم برخوردار نیستند و به همین دلیل قادر به ایفای نقشی که ازشان در روند توسعه شهری انتظار می‌روند نیستند. در نتیجه نقششان از یک مشاور یا هماهنگ کننده و مذاکره کننده به یک واسطه قدرت یا کارگزار قدرت نزول پیدا می‌کنه. خب این یه پاراگرافی بود که من اولین باری که این موضوع برام دیگه جدی شد نوشتمش. ولی بعدتر که شروع کردم ابعادش رو بررسی کردن و بهش پرداختن از زوایای مختلف، از تجربیاتی که داشتم، از خوندن مطالب دیگه، کم کم به نظرم رسید که شاید واقعاً این نوع نگاه به اندازه کافی تحلیلی نباشه. یعنی الان همچنان نمیتونم بگم که این کاملاً پاراگراف غلطیه، چون اون بیشترش سر اون مسئله اغلب است. چون در خلال پژوهشی که انجام دادم به این نتیجه نرسیدم که اغلب اونها این وضعیت رو دارن و کاری که کردم این بود که شروع کردم، چون بسیار آدم وسواسی و کمالگرایی هم هستم، فرایند انجام این
پژوهشم که بعدتر شد پژوهش دکترام، چیزی حدود تا نقطه پایان روش بذارم 10 سال طول کشید و من این کار تو برلین انجام میدادم تو دانشگاه و هی مدام به ایران سفر میکردم، برمیگشتم مصاحبه‌امو تکمیل میکردم یا اصلا مطالعاتمو تکمیل میکردم. کمبود منابع کتابخونه‌ای بود، هر روز میرفتم کتابخونه سازمان برنامه که اصلا یه لیستی بتونم در بیارم قابل اعتماد، اصلا از فهرست مشابه‌های شهرسازی و اصلا همچین چیزی به صورت طبقه‌بندی شده وجود نداشت. حالا کتابو میخونین توش خیلی دیتیلایی داره که فکر میکنم شاید یه وجهش قبل از اینکه تحلیلی باشه ارزش مستندنگاری داره و که باید کامل بشه یا تدقیق بشه خیلی جاهاش، حتی چون بعضی جاهاشو که اصلا دیتای چیز نبود بر اساس حدس دقیق نوشتم. ولی در خلال این من به این نتیجه رسیدم که اون سازوکارهای بیرونی و سازوکارهای درونی بهش 2 تا چیز دیگه هم اضافه میشه، یعنی به غیر از اون مسئله فردی هر برنامه‌ریز وقتی داره کار برنامه‌ریزی میکنه، یک مقیاس دیگه مثل مقیاس سازمان میاد وسط که بسیار مسائل سازمانی اون نگاه فردی و دغدغه‌ها و چیزای ارزش‌ها و آرمان‌های فردی رو به چالش میکشه و بعد روابط بین سازمانی چقدر اینو تغییر میده، این رقابت‌های ناسالم بین اینا و غیره، و بعد از اون ساختار کلیه که داره اصلا اون خط کلی رو هی تحمیل میکنه و حالا عکس العمل این یعنی که کنش و برهم کنش عواملی که اینا رو به هم دیگه چک میدن باعث میشه که اون آدما چه نقشی بازی کنن وقتی با یه چالش مواجه میشن، با یه موضوع برنامه‌ریزی. خب من 5 تا گونه شناسایی کردم توی اون که حالا امیدوارم توی توضیحات دوستان بیاد برای اینکه خلاصه بشه، ولی خلاصش اینه که به این نتیجه رسیدم که چه اون کسایی که 100% با موضوع به شکل یعنی وفادار به ارزش‌های حرفه و غیره عمل می‌کنن و چه گروهی که کاملاً منفعت طلبانه با این موضوع برخورد می‌کنن، هر دو گروه کمترین درصدها رو از اون درصد کلی دارن و اون طیفی که در بین قرار دارن بیشترین درصد رو به خودشون اختصاص میدن که حالا وریشن های متفاوت یا مدل‌های متفاوتی هستن که براشون حالا من یه عنوانایی پیدا کردم. بنابراین میخوام بگم که خلاصه کتاب من اینه که من اون چیزی که بهش اهمیت دادم عاملیت برنامه‌ریزان نسبت به محتوای برنامه‌ریزی، چون فکر کردم که به محتوای برنامه‌ریزی خیلی پرداخته شده و اون چیزی که لازمه یه کمی کامل کننده اون باشه یا میتونه یه بچه دیگه ایشو پوشش بده، اون نقش عاملیت و نقش اون کساییه که دارن برنامه‌ریزی میکنن. متاسفم که تو این جلسه شهرسازای جوان‌تر کمتر میبینم، چون یکی از اهداف کتاب یا جامعه هدف من کسایی که میخوان وارد این حرفه بشن یا در حقیقت میخوان بدونن که چجوری وارد این حرفه بشن و جانمایی کنن خودشونو. امیدوارم که حالا توی دانشگاه بتونم این موضوع بسط و توسعه بدم، چون به نظرم اینکه آدم آگاه باشه از اون نقشایی که میتونه بازی بکنه خیلی کمک میکنه به اینکه بعدتر با تصویر درست‌تری تصمیم بگیره. مرسی. ممنون. در خدمت شما هستیم خانم. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه بزرگواران. خب من شهرساز نیستم، معمارم نیستم. همیشه هم در زمینه شهر با جامعه مهندسین شهرساز و معمار یه اختلاف نظرهای جدی داشتم. در نتیجه وقتی که مریم زنگ زد من برای این کتاب دعوت کرد، فکر کنم خودش هم می‌دونست که در واقع ما شاید البته 10-12 سال پیش بیشتر، الان کمتر، خب از 2 سوی مختلف در واقع به این ماجرا نگاه میکنیم. خوندن کتاب برای من روشن کننده خیلی چیزها. در واقع من حرفم رو اینجور شروع میکنم و با این فرض که کتاب خونده شده و من کتاب توضیح نمیدم، اما کتاب یک تاریخی داد از یک نهاد در حوزه شهر که
از جایی که در واقع نهاد بوروکراتیک در ایران شروع کنه به شکل گرفتن، سبک زندگی از روستایی تبدیل میشه به شهرنشینی، امر حاکم در ساختن شهرها دیگه کفایت نمیکنه که بیاد حکم بکنه که خب اینجا کوچه باشه، اونجا خونه باشه، این کوچه ارزش اینقدر باشه یا نباشه. یک نهادی به مرور شکل میگیره برای اینکه این شهر رو شکل بده. در نتیجه از این نظر و به خصوص در کانتکست زمان فعلی که ما داریم زندگی میکنیم، برای من کتاب به موقعی بود در واقع. یعنی اینکه زمانی که من الان رو توصیف میکنم انگار که ما قطع شدیم هم از گذشته هم از آینده، انگار که گذشته‌ای وجود نداشته جز یک نوستالژی خاطره انگیزی در گذشته‌ای دور و نامعلوم، و آینده‌ای وجود نداره جز یه صحنه تاریک مبهم ناخوانا. وقتی من کتاب خوندم توی این روزها، انگار یه کمی باعث شد که پاپ بیاد روی زمین و فکر کنم که خب مثل همه چیزهایی که روز به روز و ماه به ماه و سال به سال ساخته شده، تغییر پیدا کرده، متحول شده، تکامل پیدا کرده، زمین خورده، یه شکل دیگه ای شده، در واقع برنامه ریزی برای شهر هم همین حالت رو داشته. من با این تاریخ آشنا نبودم، یعنی با تاریخ در واقع شکل‌گیری جامعه مهندسان مشاور، شهرسازی. در خلال این کتاب همینطور که میخوندم در واقع رسیدم به نقاطی که ما در مقاطع مختلف میبینیم که یک پیوندی داره با اتفاقات بزرگتری یا کلانتری که در جامعه افتاده. در نتیجه کتاب از این نظر به نظر من کتاب مهم و به موقعیه و تعریفمو بکنم که بعد نقدمو بگم. کتاب بسیار خوشخوانه، بسیار روانه و حتی اگر شما متخصص در واقع به نظر من این حوزه نباشید و به یک شکلی علاقه‌مندی‌های دیگری حتی در زمینه علوم سیاسی یا شناسایی سازمان‌ها و نهادها یا جامعه شناسی داشته باشید، یک کتاب بسیار روان، خوشخوان و درستی است که میتونه یک سازمان رو به خوبی معرفی بکنه، به طوری که وقتی کتاب تموم میشه اگر از من بپرسن خب شرکت‌های مهندسی مشاور چی بودن، از کجا شروع شدن، مشکلاتشون چی بود، چی کارا کردن، من میتونم مثلا یه چند دقیقه راجبش صحبت بکنم. از این جهت خب کتاب واقعا به نظرم شایسته تقدیم، به خصوص چون تو جامعه شناسی ما همیشه متهمی که بد می‌نویسین و پیچیده می‌نویسین و مبهم می‌نویسین و اینا، حالا این یه نکته‌ایه که واقعا قابل ذکره. یک چیزی که من در واقع میخواستم بگم اینه که میخوام حالا از امروز شروع بکنم. من به عنوان یک خواننده‌ای که از جامعه شناسی شهری میام در واقع و سابقه کارم هم پژوهش در حوزه شهر، هم حالا به واسطه چند سالی که در شهرداری تهران کار کردم حوزه اجرا و سیاست‌گذاری شهر. در این مقاطع همیشه در واقع ما یک جدالی بین نوع نگاه به شهر داشتیم، یعنی اینکه در واقع نگاهی که شهر رو یک شکل دیگری می‌بینه و از دیدگاه مهندسی میاد و نگاهی که یک کمی از این طرف میاد از جامعه شناسی میاد. یه نکته‌ای که من از کتاب شاید توقع داشتم که آخرین صفحه‌هایی که میخوندم در واقع این بود که یه جایی راجع به جامعه بشنوم، یعنی راجع به اتفاقات کلان بخونم. ما راجع به اتفاقات کلان میخونیم، راجع به انقلاب، راجع به جنبش‌های اجتماعی، راجع به اتفاقاتی که میفته و تاثیر داره روی در واقع سازمانی که با شهر در ارتباطه، ولی ما راجع به ساکنانی که در شهر زندگی میکنن خیلی چیزی نمیخونیم. البته این توضیح و این پاسخ میتونه قانع کننده باشه که خب موضوع من نبوده، یعنی موضوع من بررسی تاریخی این سازمان بوده. من میتونم بگم که خب این سازمان
درسته که با بالا دستش در ارتباط بوده و او خیلی چیزها رو بهش تحمیل کرده که در کتاب ما میبینیم که از اساس شکسپیری تا بعد رشد و پویایی، بعد تغییرات سیاسی که باعث میشه شرکت‌های مهندسی مشاور دچار مسئله بشن، ضعیف بشن، از بین برن، حتی گیر بکنن بین سیاست‌گذاری‌های رانتی و شرکت‌های خصولتی و اساساً دستور کارشون و برنامه‌شون تغییر بکنه. اما یه جای دیگه پیوند اون شرکت‌های مهندسی مشاور اون سمتی است که شهر قرار داره و جامعه‌ای است که ساکنان شهری دارن توش زندگی میکنن. سوالی که یک جایی من از خودم پرسیدم و امروزم باز میپرسم، در واقع امروزم داشتم بهش فکر میکردم، یک جایی در واقع کتاب توضیح میده به ما که تغییرات بعد از سال 88 و به خصوص سیاست‌گذاری‌های کلی شرکت‌های مهندسی مشاور در یک مخمسه بزرگی گرفتار کرد. بعدش در واقع سیاست‌های اقتصادی که به واسطه اون پیش اومد اساساً این شرکت‌های مهندسی مشاور رو با مشکلاتی روبرو کرد که رو به بسته شدن یا از بین رفتن حتی به خاطر اون. من اون جایی کتاب از خودم پرسیدم که آیا هیچ کدوم از ساکنین شهر فهمید که این اتفاق افتاده؟ ما بگیم ما یک سازمانی داشتیم که در واقع شهر رو برنامه‌ریزی می‌کرده برای توسعه شهر. طرح جامعه می‌نوشته، سند تفصیلی می‌نوشته، اگر که پروژه بزرگی بوده این رو برنامه‌ریزی می‌کرده و نقش مهمی داشته و در واقع اون جاییه که شهر مدیریت بوروکراتیک پیدا می‌کنه به عنوان یک پدیده کالبدی اجتماعی. من که داشتم توی اون شهرهای زندگی می‌کردم که حاصل کار مهندسان مشاور بوده، ساکن بودم و زندگی کننده در اون طرح‌ها، آیا اصلا میفهمیدم که یک شرکتی به نام شرکت مهندسی مشاور یا مهندسی به نام مهندس شهرساز یا معماری به عنوان معماری که این طرح بزرگ رو معماری کرده وجود داشته که بعد تحت فشار قرار گرفتنش یا از بین رفتنش در زندگی من تأثیری ایجاد بکنه؟ تأثیر ما میگیم ایجاد میکنه، منم میگم ایجاد میکنه. من متوجه اون تأثیر میشم. میخوام از اینجا به چه نتیجه‌ای برسم؟ من در واقع حالا شاید در کارهای بعدی از مریم اینها رو ببینیم، میخوام به این نتیجه برسم که ما در کتاب یک روایتی میشنویم، روایت بسیار روشنی از اینکه در یک نظام بوروکراتیک و در یک نظام حاکمیتی بر سر شرکت‌های مهندسی مشاور که یک بخشی از نظام برنامه‌ریزی شهری و بخش مهمی در واقع عقل منفصل برنامه‌ریزی شهری، طراحش، فکر کننده بهش، بخش الیتش در واقع بودن، چه بلایی بر سر اینها آمده؟ این بلایی که بر سر اینها اومده رو نمیخونیم، یا من به عنوان که اصلا به عنوان ساکن شهر در واقع کسی که در شهر به دنیا آمده زندگی کرده، شاید اگر گذارم نمیافتاد به این که برم در یک رشته کار بکنم و تحصیل بکنم و اینها که به شهر مربوطه، متوجه نمیشدم که اصلا همچین چیزی وجود داره. یعنی اینکه پیوندی به نظر میرسه بین این بخش با بالا دستش وجود داشته، با پایین دستش به نظر میرسه که پیوند نه فاعل، نه در جریانه، نه راستش. من میخوام با احتیاط، حالا اینجا هم از مهندسان معمار شهرساز هستم، بگم نه اصلا براشون مهمه. یعنی اینکه اساساً اون چیزی که ما میبینیم در طرح‌های بزرگ وقتی که در واقع این سمت جای مهندس مشاور میشینیم، هنر مهمه، معماری مهمه، زیبایی مهمه، متریال مهمه و همه اینا پیوندهای بزرگی دارن، جنگ میشه سرش. اون آدمی که باید در این فضاها رفت و آمد کنه، بشینه، پاشه، راه بره، زندگی بکنه، آیا میتونیم بگیم چقدر مهمه؟ اگر مهم بوده چرا ما رد پاشو توی کتاب نمیبینیم؟ انجمن‌هایی که تشکیل میشه از مهندسین مشاور که باز در کتاب روایتش میاد که خب حالا یک انجمنی تشکیل میشه، بعد حتی
در واقع یک بود رسمی حاکمیتی منظورم اداری استخدامیه، یعنی به رسمیت شناخته میشه، بعد اختلافاتی درش پیش میاد، بعد عده‌ای جدا میشن. من چیزی که میفهمم، البته من دیتیل اون اختلافات رو نمیدونم، جایی هم نبوده که بگیم در کتاب رو دیتیل اونه، هرچند اشاره میشه بهش. یه چیزی که اشاره میشه اینه که خب بخش معماری و شهرسازی ظاهراً اگر که من درست فهمیده باشم این ادعا رو داشته که ما نقش بسیار بزرگتری داریم در برنامه‌ریزی شهری و مثلا چرا باید نمایندگانمون کم باشن در اون هیئت مدیره یا هیئت رئیسه یا مثلا چیزی مشابه اون. حتی اونجا من در واقع نشانه‌ای ندیدم. حالا در نظرم بگیرید که خب من دائما دارم از این طرف نگاه میکنم که از حوزه جامعه شناسی شهری نگاه میکنم و یه سابقه تاریخی دارم سر بحث و جدلی که در پروژه ها هست راجع به مسئله اجتماعی در واقع شهرها. من یادم یه باری سر یک پروژه یه دعوایی بود و من برداشتم این بود که اون چیزی که در واقع معمار پیشنهاد میکرد خیلی زیباتر بود، ولی انگار که شهر موزه است. شهر مبنای اجتماعی نداره. اون آدمی که میخواد توش رفت آمد بکنه چقدر اون زیباییه مثلا مؤثره. من اصلا نه با هنر بدم نه با معماری نه با زیبایی. منظورم اینه که شما از کدوم سمت بهش نگاه. یکی این موضوع بود که وقتی من کتاب خوندم و تموم شد و امروز داشتم بهش فکر میکردم وقتی که داشتم میومدم اینجا، خیلی برای من پررنگ بود که اون پیونده. اگر ما یک نهادی داریم، انجمن مهندسان مشاور، شرکت‌های مهندسی مشاور، اینها دارن برای یک شهری برنامه‌ریزی میکنن که من دارم توش زندگی میکنم، ولی انگار پیوندی در واقع زنده و پویایی با این جامعه برگزار نشده. من نمیدونم چند درصد از آدمایی که توی شهرها زندگی میکنن میدونن که شهرها مثلا برنامه جامعه دارن. مستندهای جامعه، حالا چون دیروزم یه جلسه بودیم خدمت تا راجع به برنامه جامعه مثلا تفصیلی و اینا حرف زده میشد، اصلا چقدر میدونن که در واقع چه اتفاقی داره میفته. مثلا اگه شما امروز از اینجا رد بشید خیابون یه طرفه شده باشه به جای دو طرفه و یک ساختمان خیلی بزرگ زیبایی در حال ساخته شدن باشه، چقدر مثلا توجهتون جلب میشه که حالا مثلا چه اتفاقی داره میفته، چقدر نقش برای خودتون قائلید در واقع برای اینکه اون اتفاق بیفته یا اون اتفاق نیفته. همه اینها در واقع به نظر من، یعنی برای من این تصویر رو داشت که مهندسین مشاور یک بال دارن که بال فنی و مهندسی و بوروکراتیکه، بال مهمی هم هست، بسیار هم رشد یافته است، کما اینکه در بقیه جنبه‌های مهندسی هم در واقع ما در کشور خوبی، یعنی جاهای خوبی وایسه. ولی یک بال دیگه‌ای هم داره که به عنوان یک نهاد اجتماعی خودش رو ببینه. اتفاقاً چون داره روی برنامه‌ریزی شهری کار میکنه. مثلا اگر مهندسی هوافضا داشت هواپیما میساخت یک مجموعه‌ای، شاید اصلا انقدر لزومی نداشت که فکر کنه حالا ارگونومی صندلی هواپیما کفایت می‌کرد، اونم بحث فنی مهندسی بود. ولی وقتی قراره یک مجموعه‌ای که ترکیبی است از در واقع مهندسی‌های مختلف یک شهر رو برنامه‌ریزی بکنه در سطح متوسط یا در سطح کلان، یک بال دیگری میخواد و اون بال دیگر آدم‌هایی هم که دارن توی این شهر زندگی میکنن. و من شاید تا آخرین جایی که داشتم کتابو میخوندم امیدوار بودم که در واقع به این اشاره بشه. یه مسئله دیگه‌ای که میخواست این کتاب بهش اشاره میکنه و برای من هم مهمه، پایداری نهادهاست. یعنی کتاب حالا از اون حیث من یه صحبتی که داشتم رو کردم، از این طرف در واقع حالا منم به قول مریم هرچی سنم میره بالاتر روی نهادهایی که دولتی نیستن ولی ما نمیتونیم بگیم که کاملا هم مثلا مدنی هن، یعنی مثل NGO میمونن، نهادهای واسطی که بخشی از عقل برنامه ریزی یک جامعه بزرگن، حالا شهر و بعد در اسکیل بعدتر کشور.
کتاب از این جهت برای من جالب بود که خب یعنی مهم بود که ما یک همچین نهادی داریم و نهادهای دیگری در جاهای دیگه که تاریخ دارن و سابقه دارن و دهه‌ها کار کردن و درسته که فراز و فرود داشتن، اما تاریخ نهادی اون نهادها یک بخشی از توسعه اجتماعی شهری که من این دو تا خیلی هم جدا از هم دیگه نمیبینم. یه چیز دیگری که در واقع برای من شاید علامت سوال بود یا شاید فکر کردم که میشد راجبش توی کتاب حرف زد، برداشت در واقع اون وجه نظری مهندسان مشاور از توسعه بود. یعنی ما و کی کجای کتابی برای من سوال شد؟ اونجایی که میگه بعد از سال 88 سیاست‌های کلان حاکمیت تغییر کرد. دیگه در واقع دولت کارفرمای بزرگ به معنای قبلی نبود، همچنان بود. دولت همچنان کارفرمای بزرگیه در واقع در ایران، اما به معنای قبلی نبود. انگار گروه‌های اختصاصیش یا گروه‌هایی که دوست داشت بهشون یه سودی برسونه یا اصلا روی کردش به مسئله در واقع شهر و برنامه‌ریزی شهری تغییر کرده. مهندسین جامعه جامعه مهندسین مشاور اون چیزه نیست، اون در واقع مجموعه در واقع شرکت‌های مهندسی مشاور چه برداشتی از توسعه داشتن در واقع و بعد چه شکلی خودشون رو جانمایی کردن. البته بحثی میشه در مورد اون 5 در واقع گروهی که در کتاب این مهندسین مشاور بهش تقسیم میشن، ولی ما خیلی در واقع در مورد اینکه روی کردشون اساساً به توسعه چی بود، چی میخواستن از توسعه، میخواستن توسعه چه شکلی اتفاق بیفته. توسعه یک امر فنی مهندسی بود که یک آوتسایدرهایی داشت که میومدن و به ارمغان میآوردن و اونا شرکت‌های مهندسی مشاور بودن برای هر جامعه یا شهری و اون توسعه چه مبنایی داشت، چه شکلی داشت، چه تغییراتی کرد. نکته بعدی که در واقع سوال من شد همونجا در واقع حالا شاید چون اون تاریخی است که به ما نزدیکه و تجربهش کردیم در واقع از سال 88 به این طرف که اون خیلی چیزها تغییر کرد در زمینه برنامه‌ریزی، این بود که خب چه آلترناتیو هایی پیش روی شرکت‌های مهندسی مشاور بود. آیا کار دیگه‌ای بلد بودن بکنن به جز کارهایی که قبلا میکردن که در واقع پروژه های بزرگی بود که دولت کارفرمای بزرگش بود؟ چه کارهای آلترناتیوی با همون روی کرده توسعه‌ای پیش روشون بود که میتونستن انجام بدن و زنده بمونن در واقع با مفصل بندی که با جامعه اتفاق میفته، چون نهاد مهمی یا اساسا نگاهشون به نهاد این بود که این نهاد مهمی است و باید حفظ بشه. حالا اینو دیگه در سطح انجمن صنفی و جامعه مهندسین مشاور نمیگن که این نهاد در واقع نهاد مهمی است که باید حفظ بشه. حالا چه تغییراتی باید بکنن، حالا چه پیوندهای اجتماعی باید برقرار کنن، حالا چه پیوندهای سیاسی باید برقرار کنن. حالا این نهاد به جز کارهایی که قبلا می‌کرده، چون زاده در واقع نظم بوروکراتیک این در واقع مهندسی مشاور، وقتی من کتابو خوندم دست کم برداشت من اینه، حالا در واقع میتونید شما تصحیح بکنید، زاده نظم بوروکراتیکه. حالا وقتی که این جامعه این شکلی هم خورده در واقع و همه چیش داره تغییر میکنه، او چطور میتونه با استفاده از اون چیزهایی که داره خودش رو تغییر بده، همچنان همون نقش رو داشته باشه ولی جای دیگری در واقع بیسته که به لحاظ اقتصادی هم تاب‌آورتر باشه و بتونه بقای خودش رو حفظ بکنه. مجموع اینها در واقع جمع‌بندی بود که من میخواستم در مورد کتاب بگم و سوالاتی بود که در ذهن من ایجاد شد، اما کتاب بسیار خواندنیه و من بسیار خوشحالم از اینکه منتشر شده و مرسی که من دعوت کردید که حرف بزنم. مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. این کتاب به این گونه شناسیه اشاره کردین، خیلی ممنون از کارگیتر آزاد. بعد نیست برای کسایی که نخوندن حالا یه اشاره‌ای بکنیم. کتاب توی اون بخش تاریخیش میاد 3 نسل در واقع شرکت‌های مهندسی مشاور رو تقسیم بندی میکنه. نسل به قول خودشون پیشگامان و اجدادان که از 32 تا 57 هستن، یک نسلی هستن که
از 60 تا 84 هستن که ایران 2 دسته کردیم، جاه طلبان و کرگدن ها عنوانشون رو گذاشتیم و نسل سوم که از 84 85 بعد تا امروز شاید میشه گفت یعنی تا سال 99 95 99 اینا بوده که نسل تازه واردات و خود خانم کهنسال تاکید کردن که بیشتر روی اون نسل دوم یعنی نسل کرگدن ها و جاه طلب ها تاکید کردن. بر اساس تحقیقی که کردن یک گونه شناسی هم حالا بهش رسیدن که حالا به این نتیجه رسیدن منفعلان بدبین، تکنوکرات های استراتژیست، کنشگران متخصص، سازشکاران فرصت طلب و اخلاق مداران محافظه کار. حالا اونایی که خودشون مهندس مشاورن و ببینن تو کدوم یکی از این دسته‌بندی قرار میگیره. گفتم این حالا آشنا بشن دوستانی که کتاب رو نخوندن شاید بد نباشه که بدونن که چه نگاهی داشتن. در خدمت آقای عطاری هستیم که بحث خودشون رو مطرح کنن. یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. خیلی جلسه خوبی رو همایی برقرار میکنه برای رونمایی ها که ما بتونیم از رنجی رو که هم جامعه دوچارشه هم خودمون بیاییم بیرون. خب کار مریم این مثل برای من وقتی میخوندمش یاده، چون کارهای قصه هم میکنه با دختر من گلی کلاسای قصه میرفتند و اینا. خب من خیلی از پیش میشناسمش و بیشتر مثل قصه گو برام مطرحه هنوز و یاد این صحبت لوکاچ افتادم وقتی که به رمان تاریخی میپردازه، میگه با رمان تاریخی و با رمان اساساً بورژوازی خودشو میشناسه و با واقعیت خودشو روبرو میکنه و به این ترتیب میتونه فائق بشه. کاری که خصوص بورژوازی توی اون دورانی رو که هابرماس میگه، اون دورانی که حوزه عمومی رو میآفرینه انجام میده. ما از این کارا خیلی کم داریم تو ایران. خب تنها عده کمی پرداختند که یکیش مجید قمامیه که پیگیرانه این کار رو دنبال کرده، حتما باید در این باره بگیم اونم سعی کرده که این کار رو انجام بده به صورت، من بیشتر بهش میگم تاریخ شفاهی، خودش قبول نداره البته و بگم نه اینم نیست، ولی این کار رو انجام داده در چند کتاب از اون موقع تا حالا و با وجود اینکه کار میدانی هم خیلی انجام داده و من خیلی در همکاری باهاش هم کار میتونم بگم که بهترین کارهای شهرسازی من با مجید بوده که آخریش همین طرح جامعه تهران بود. ببین موضوع این هستش که خیلی خوب مستند میکنه این کار رو، همینجوری که فروتنانه خودش هم گفت این کار یه مستندسازی بیشتر و باید بست پیدا بکنه برای کار تمیزیه، مثل اینکه توی شهری میری خیلی کثیفه و اینا میری یا امکاناتی نداری میری توی مهمونخونه خیلی تمیزه، امکانات داره و همه چیزش خوبه و خب ولی حدود یه وعده غذا بیشتر بهت نمیده، چند نوع غذا نداره، تمام اینا و ولی خیلی مغتنمه این که پیدا کردی. کتابش این خصلت رو داره، خیلی مغتنمه و خیلی مستند کار. خب مجید بیشتر میگم کارهایی که انجام داده بیشتر مونوگرافی های آدم هاست از خودشون، در حال چیزای نظری داره، به موضوعات نظری نمیپردازه به اون ترتیب و طبقه بندیش طبقه بندی فرمه و فرمش هم از خود کشور
جهان سوم نمیگیره. فرمش اون فرمیه که توی کشورهای توسعه یافته حرکت کرده. حزیه مهندسی اونا هم همینجوری بودن، فنی. اون بخشی رو که توضیح میده خیلی گویاست برای شناختن اون حرکت فرمی که شهرسازا داشتن با توی انتهای کتاب، که تو ایران خود این باید خوب کار بشه و از مثلا یه بستی که این کتاب باید پیدا بکنه همین کاره. تو دوره‌های دکتری که خب شهرسازای ما کار در واقع توی دانشگاه‌های ما یه همچین رویکردهایی وجود نداره، ولی میتونه این جمع که در واقع داره تاریخ خودش رو مشاهده میکنه، همه ما در واقع نسل کرگدن‌ها که حالا نشستیم اینجا و این تاریخ خودمون رو میتونیم ببینیم دیگه. مثلا مثالی رو که لوکاچ میزنه کتابای بالزاک رو برای اولین بار باز میکنه، میگه ببین این همه رو نشون میده و کم و بیش خب همه رو نشون میده این کتاب به صورت مستند. و یه نوع سوالاتی رو که برای آزاده پیش میاد، حالا من اون سوالات رو سعی میکنم مثل یک آره نفیسه اسم بگوش نفیسه آزاد عوض بخوام دیگه چیز شدیم کرگدن رو بیشتر از بیشتر توقع نمیتونی داشته باشی. ببین اینجا باید یه نوع وقتی رو متن این کتاب باید روی متن جامعه شناسی تاریخی باشه. یه نوع نفیسه هم همین اشارت رو داشت. این میتونه تکمیلش بکنه اون فرایندی رو که توی یه کشوری مثل ما پیموده میشه. این اشارت خوبی داشت نفیسه. وقتی که شهر شروع میکنه به بالندگی باید سازمان پیدا بکنه. اول این سازمان از بالاست، وزارت کشور میاد این طرح‌های شهری رو میده. بعد مثلا وزارتی که تشکیل میشه آبادانی و مسکنه، چون این مهمتره، خیلی بدیهیه. نه لوله کشی وجود داره، نه خیابون وجود داره، آبادانی مهمتره. و مشاورایی هم که دارن شکل میگیرن، خب مشاورای اولیه نمیشه گفتش که حالا بعد اینا خیلی دانشمند میبود. در عین حالی که این مشاورای بنیانهایی رو علاوه میگن پس دیپندنس میگن توی نهادگرایی، یعنی اون مبنای معمار پادشاهی که من میگم شکل میدن. آره عقل جلو میشه. این خلاف کرگدن هست، اونها هم این موضوعی رو که داره کیا میان تشکیل میدن شرکت های مشاور شهرسازی رو؟ معمارا تشکیل میدن در اساس، و در دوره بعد از انقلاب هم همونا تشکیل میدن. و وقتی که مثل کل نهادهای پیش از انقلاب، وقتی که به بلوغ داره میرسه انقلاب میشه و به هیچ وجه اون انباشت دانشی رو که قبل از انقلاب وجود داره منتقل نمیشه به این طرف. من تو شرکت‌های مشاورم ندیدم. حالا با یه شانسی بود که من با سهراب کار کردم، اون خوب بود به این تو این کتاب بهش رجوع میکردی. 8 طرح جامعه رو ما یعنی 8 شهر رو که 2 طرح جامعه رو داشتند ما بررسی کردیم. کاری بود برای سازمان برنامه و که ببینیم که وقتی که طرح جامعه دوم اجرا میشه
چه کارایی از سر جامعه اول انجام گرفته و چه کارایی انجام نگرفته. من طرحهای جامعه پیش از انقلاب خب طرحهای جامعه اول بودن و طرحهای جامعه‌ای رو که در آستانه انقلاب معمولا بودن رو بعد از انقلاب دومی‌ها. من اومدم یه روش شناسی اونجا به کار گرفتم که بعد من ندیدم این روش شناسی رو کسی به کار گرفته باشه. اومدم گفتم که از چه تئوری استفاده کردن برای شهرسازی اینا، مدلشون چی بوده، اینا رو تفکیک کردم. از چه آماری استفاده کردن، آمارشون به هنگام بوده که ثمره بعدیش رو چیز داشته باشه. بعد نقش اقتصاد توی فضای شهر چی بوده، چه تأثیری، آیا معمار پادشاه اجازه دادن این اتفاق بیفته که اقتصاد تو شهر تأثیر بکنه؟ دیدم نه، مثلا این اتفاق نیفتاده. در مورد اجتماعی هم به همین ترتیب. و اجتماعی خب میدونید یه سوالی برای نفیسه خیلی ها به وجود میاد، اتفاقا لحاظ اجتماعی طرحهای چیز خیلی عدالت خواهانه است، طرحهای جامع و تفصیلی، برای اینکه میاد قبل از تراکم فروشی البته میاد میگه که مدرسه اینجا تمام، یعنی عدالت خواهانه ترین جلوه شهری توی همین هست که مثل یه شابلونی همه اینا وجود داره. فضا داده میشه برای آموزش و خیلی چیز فضای سبز داده میشه و تمام اینا قواعدیه که مردم توش به یه معنا حضور دارن. حالا من میگم، حالا میگم به یه معنا حضور دارن. و چرا حضور دارن؟ وقتی که شما مردم هنوز نه در پیش از انقلاب تو انتخاباتی میتونن شرکت کنن. آخه شما وقتی که در مورد نهاد مردم میپرسن، من دیدم یه نوع برخوردی میکنن که سیاست زده است. توی صحبت شما هم این برخورد وجود داشت. ببین در یه فرایندی که رو به بلوغ میره، مردم شروع میکنن به حضور پیدا کردن و وقتی که جلوشون گرفته بشه انقلاب میکنن، بعد سیاست زده میشن. سیاست زدگی هم یعنی اینی که شما تعریف نمی کنی که سلسله مراتب حضورتون در طرحهای شهری باید چگونه باشه. حتی توی سیستمی مثلا بلر، تازه وقتی که میرسه به حضور این چیزا، حضور مستقیم مطرح میشه. ولی توی ایران وقتی که من دیدم توی بحثایی رو که داره انجام میگیره، نمیام به اون بحث رو که فرض کن اصلا غیر قانونی اعلام کرد این شورای نگهبان شورای یاریا رو، هیچکی از همین جامعه شناسا علیه این حرف نزد، فقط آقای چمران حرف زد. معمار پادشاه‌های شورای شهر هم همینجور، مثلا نگفتن باید جامعه شناسا باشن یا اقتصاددانا باشن، گفتن که ما انتخابات شورا باید معمارا باشن. ببینید اصلاح طلبها وقتی که خب شما میپرسی از این بابت، خب وقتی که بحث سر این باشه که تحولی رو که باید صورت بگیره در شورا اینه که معمارا بیان توی شورای شهر، کار چیز تمومه. حالا از اون جریان سیاسی بکنی که این رو عنوان میکنه، که البته خوشحالم بودم. معمار پادشاه ما هم گفتم بله آقای عطا مثلا هستن اینجا، ایشون رفتن. خب چون بهشون چون بهشون گفتم قبلا هم هیچ اشکال نداره همین حرف رو.
ببین مقوله مهمی رو که وجود داره و اون متن رو که اخیراً یه مقدار توجه بیشتر بهش شده، مقوله این هستش که شما باید نهادسازی رو از پیش الگو و مدلش رو داشته باشی تا بتونی نهادی به نام شرکت‌های مشاور به صورت مؤثر در سرنوشت جامعه داشته باشی. وقتی که این الگو رو تعریف نکردی از پیش، از کوزه همان برون تراود که دروس. یعنی شما وقتی که مقوله یک تمام مقولاتی رو که مثل کار خود مریم حالت بهش میگن اروپا زده یه مقدار، مقوله این هستش که فرایند توسعه توی یک کشور نمیتونی شما اون الگوی نهایی یک کشور پیشرفته رو برداری بیاری، به هیچ وجه نمیتونی. توی نهادسازی میگن که اگر تو این کارو بکنی مثل یه گونه گیاهی یا حیوانی رو برداری بیاری توی بومزیستی از یه جای دیگه، یا اون گونه نابود میشه یا اون بومزیست نابود میشه. تجربهش رو توی ایران داشتیم، مثل تالاب انزلی، این گیاه آزالاس یا چیه. این موضوع هستش که شما باید بتونی یه الگوی توسعه تعریف کنی. خب این الگوی توسعه رو ما در آستانه انقلاب نداشتیم به هیچ وجه. ما داشت توی فرایندی که روشنفکرهای مشروطه ایجاد کرده بودند و شاگرداشون و غیر و ذالک، حالا چه شاهزاده قاجار بودن چه نبودن فرقی نمیکنه، اینا توی فرایندی داشتن این رو قدم به قدم درست میکردند. برای این چارچوب قانونی که شما از پیش از انقلاب مونده ناسخ و منسوخ نداره، خیلی با هم دیگه منطبقه. و اون چیزی هم که الان توی ایران باقی مونده و ما باش چرخش زندگی داریم مال همون قوانینه. چون بعد از انقلاب همه قوانین عینی چیز شده، ناسخ و منسوخ هم دیگه. چرا؟ وقتی که الگو نداری و دانش کافی هم نداری، مثل دستگاهی میمونه که شما میخوای اون دستگاه رو بسازی، مدلش رو اول ترسیم نمی کنی و بعد تدقیقش نمی کنی، مثل ساختمونی که اول چیزش رو اسکیسش رو نکشیدی بعد بیای بقیه اجزایش رو تدقیق بکنیم مرحله به مرحله، 1 2 3 4. خب تعداد زیادی حالا اگه دستگاه باشه قطعات رو ساختی، اگه ساختمون باشه دیوار رو پی ساختی، به هیچ وجه نمیتونی بالا ببریش. این رو ساختمون باشه ساخته نمیشه، دستگاه باشه ساخته نمیشه، بعد انرژی و تمام چیزام تلف میشه. این اتفاقی برای شرکت‌های مشاوره هم افتاده و نتونستند اون الگوی مثل کل این جامعه صاحب اون الگوی توسعه باشن. وقتی که به توسعه اندیشیدن، مثل اول چیزی که من نقدش کردم در رابطه جامعه و فضا توی یادداشتی، اینی که تا امپریالیسم سرنگون نشه شهرسازی کاری انجام نمیده، همین چیزی که رایج هم بود. این تفکر اولیه بوده. پس برای تو حاصلش توی جامعه این هستش که کسی نه به طر جامعه کار داره، نه به طر تفصیلی کار داره، نه به ساختمونی که نفیسه میپرسه کار داره. به بچه‌های چپ میگن که این حرف تو کهکشانیه و حرفای منو میگن کهکشانیه. چرا؟ میگم که به طر جامعه شهریتون هم کار داشته باشی. من حالا همین اخیراً رشت بودم، دیدم همه خیابونا اسفالت شده، هیچ چیزی درختی وجود نداره. بچه‌های میرزا کوچیک خان اصلاً به شهرشون کار ندارن.
یه چیز وحشتناکی شده بود رشت. میگم چرا اینجوری هستین؟ شما جز سرنگونی حاکمیت چیز کاری ندارین؟ شهر خودتون داره نابود میشه. خب تفکر سیاست زده است. الگوش این بوده که یا طبقات کارگر و فلان و بزنیم و یا امپریالیسم رو سرنگون بکنیم. این مال چپ. راست هم که تبدیل شد به تراکم فروش و شهر براش مطرح نیست. این حرفا یعنی چی؟ مدرسه یعنی چی؟ هیچ کدوم اینا مطرح نیست. برای چپ مطرحه، ولی که اصلا تفکر اینی که این جنگ مواضعه. همه هم پیرو استالینن، حتی گرامشی و چیزم نه، لوفبر هم نه. تو جلسه ای که ما اینجا بودیم هم حملات چیز اینجا به من میشد که تو داری یه حرفایی میزنی که خیلی عجبه، بیا بریم بجنگیم. اینجوری صحبت میکنن. یعنی شما بدنه جامعه ای رو که بخوای بعداً باش کار بکنی چیزی نداره باهات، یا اینی که تو این جلسه هم نمیاد. هنوز حالا جای شکرش باقیه، کرگردن ها میان و با هم دیگه باز چیز داریم، صحبت داریم. چی میگه؟ بخشش کرگردن بخشش این نیست، جوون تراش. آره دیگه تمام. من میخوام بگم این نکاتی رو که عرض میکنم بعد ما این وظیفه خودمون رو به پایان ببریم با نقد خودمون. و این یه فرصتیه، کتاب مریم همونجوری که کارهایی که مجید کرده بناست که نشر منتشر بکنه که نکرده، چون این آرمان کجاست چیکارش بکنیم نیستش که تعریف ازش کردی. کار مجید مونده، کار خیلی خوبیه در مورد همین رابطه اقتصاد و چیزای طرحهای جامعه. و داره در میاره. خب همیشه همینو میگه، الان مدت هاست. حالا داره چیز میکنم، حتما باید گفته بشه خب توی همچین جلسه. بعد این کارها رو ما باید سرانجام برسونیم، یعنی کسی دیگه ای نیست متاسفانه. مثلا بعد از اینکه ما اون نشریه شهرسازی معماری رو در می آوردیم که همیشه این به دام انداختن من به وسیله سهراب تو این کارا صورت میگیره، این چیزا بعد اون من نمیبینم که مثلا توی نشریه مجازی شهرسازی هم بیاد. ما دیدبانی تو شهرسازی نداریم. نه این طرف جامعه شناسایی که به شهر توجه دارن دیدبانی ندارن. سکونتگاه‌های غیر رسمی بسیار مهمه، هیچ که دیدبانی نداره. ما این همه تلاهای فضایی فقر تو ایران داریم، هیچ که حرفی نمیزنه. کشاورزی نابود میشه، هیچ که حرفی نمیزنه. همه پس از وقوعن، تا یه جایی رو میرن جاده بکشن به دو میرن اونجا. خب قبل از وقوع باید کار بکنی. این هم با طرحهای آمایش و با طرحهای منطقه‌ای و پیگیری اون باید صورت بگیره. تراکم فروشی میشه، هیچ که با تراکم فروشی کار نداره. میگن نه حرف تو میزنی کهکشانیه که بعدن تراکم فروشی قانون فروشیه. بعد میگن که ایران به دولت خیلی دخالت میکنه. من بی دخالت ترین به اصطلاح دولت توی جهان همین دولت ایرانه در موضوع فضایی، چون هیچ جای جهان قانون شهری رو نمیفروشن، اصلا دیده نشده. ولی جزء گفتمان رایج و چیزم نیست، نه راست نه چپه تو ایران، نه شهرسازاست، نه این جوانایی که میخوان از عدالت دفاع بکنن. و من نمیدونم که این چه خاک مرده ایه که پاشیده شده. یه بابت میدونم
موضوع سیاست زدگی و عدم توجه به موضوع دانش روزه، چه در چپ چه در راست، فرقی نمیکنه. ما چون کارهایی که اخیراً من ترجمه کردم مخصوصا ترجمه کردم نشون بدم که چقدر عقبیم ما از ترکیه، مالزی، از کشورهای، یعنی بعد هم تبختر، همون جوری که یه حاکمیت بسیار تبختر داره و خودداناپندار، این طرفش هم روشنفکراش هم همین جوریه. یه خودداناپنداری عجیب و غریبی وجود داره بدون اینکه مثلا شما ببینی مثلا حق به شهر رو بگی که چیز بکنی، دنبال بکنی. خب ریشه حق به شهر گرامشیه، توجهی کسی نداره نسبت به این موضوع. ما از این بابت‌ها عذر می‌خوام، حالا یه بهانه شد. این کتاب عزیز یعنی بسیار خوبی مهمونخونه رو من ترک کردم رفتم تو بیابون، برمیگردیم. خب متشکرم از وقتی که داده شد و یه مقدار زیادم حرف زدم. خیلی ممنون. خب شما یه نکته دارید یا می‌خواید کلاً بریم سراغ بس دوستانی که هستن؟ خب دوستان هر کدوم نکته، نظری، سوالی، نقدی شما بفرمایید. بعد شما بفرمایید. میگن میکروفونو آقای قرائتی پیش من نیست. فرزاد نه میدن. من سوزوندمش بخوام. نه. ببخشید من واسه صحبت می‌کنم. میشه میکروفون رو بلند کنید چون روشن که هست، فقط نزدیک بگیرید. همونطور که نکته که آقای افکاری گفتن این کتاب مختنمیه، یعنی موضوع باز کرده، حتی قسمتی که در واقع داره یه مروری بر تاریخش، برنامه‌ریزی و نقاط عطفش میکنه. خب برای مرور خوبه، گر شایسته جاهای خالی داره، ولی یه سری همین گفتن یه چیزی نپرداخته. من خواهم بپرسه که به چه چیزی نپرداخت یا چه پیش‌فرضی هم داره که این پیش‌فرض هم به این روی باعث شده که در واقع به نپرداختن خواهد. این اول میخوام پیش‌فرض‌ها بگم. این کتاب داره از کجا شروع میکنه؟ کتاب داره از جای شروع میکنه که خب مسئله خودش دیگه، شرکت‌های مشابه شهرسازی با بحران مواجه شدن و از اقتصادشون خراب و اینها. حالا میگم بحران حرفه‌ای و من دوستم میگه بحران حق و زحمه. حق و زحمه نیست، پول نیست، از مثلا مشابه رقم نیست. ولی اگه این اتفاق نیفتاده بود چی؟ یعنی اگه مثلا دولت همچنان داشتش پول میدادش و برای امور اینا میگشتش و این. آیا حرفه به معنای وقتی در مورد شهرسازی صحبت می‌کنیم روش بحران نبود؟ آیا اون قبلش، یعنی اون چیزی که درش اتفاق میفته، اون زمان که میفته مثلا تحقیق نقبا و مثلا زمان خوبه مشاورها بود، زمانی که داشتن تحقیق نقبا رو میفتن اجرا میکردن، همه گل بودن، خب زمان خوبه مشاورها بود. ولی خب میفتن اون کار رو، اون فاجعه رو رقم زدن. خیلی از بزرگان شهرسازی هم امضاشون پای تحقیق نقبا هستش. این فرض اینکه اون وضعیت برنامه‌ریزی ما خوب بودی، عقلانیت برنامه‌ریزی بودی که داشتی کار می‌کردی و اینها، اونو به چالش نتردیده و اونو فرض گرفته که انگار چیزی بوده و حالا این شرکت‌هایی که داشتن با این برنامه‌ریزی، عقلانیت برنامه‌ریزی خوب کار می‌کردن، الان به خاطر نوع مداخله دولت و نوع رفتار تو برخورد دولت و اینا دچار مشکل شدن و این برنامه‌ریزی که خوب کار می‌کرده با بحران مواجه شده. در حالی که اصلا راجع به این بحث و بر همین و راجع به این خیلی چیزا اون وقت بحث نشده.
مثلا اینکه ما خب وقتی داریم راجع به شهرسازی و حرفه شهرسازی صحبت می‌کنیم، تحولاتی که داشته اتفاق می‌افتاد، چه داخل چه درونی انقلاب و چه جهانی، یعنی ما خب دهه بخیر 60 و 70 اتفاقایی توی شهرسازی به جهان افتادش دیگه، یعنی ها از جیکوبز گرفته، روپور گرفته، نمیدونم و کلی بحثا که نظریه شهری و اصلا مواجهه با شهر و همه اینا تغییر داد. به ما چی رسیدش؟ ما یه حاشیه یه سریا مثلا اول انقلاب یه دوستانی بودن که این کتابچه‌های متعاشر منطقه‌ای رو چاپ می‌کردن که اقتصاد سیاسی فضا و بازمون همه هم پیرای اصلاح نابود بشه و اینا اون بودش. ولی به اینکه از به شهرسازی با نگاه کردش و نوع نگاه به شهر صحبت نگاه که اصلا هیچ حرفی نبود. و یه شهر مثلا اصلا نبود، اتفاقی اینجا افتاده بود، اینجا اصلا انعکاسی نداشت. در که ما یه گوشه هایی داشتیم که میشد بهش نگاه به مثلا تو همون قبل انقلاب ما ماجرای نمایشگاه اودلاجان که کیوان خسروانی برگزار می‌کرد در مقابل اون ساخت‌سازی می‌خواستن اودلاجان رو تفکیک کنن و میاد یه حرکت مردمی انجام در جاگش معمار بودش کیوان خسروانی دیگه میاد این چیزا انجام بده. من که بعد خواهد مونه کردن نواب ساختن و امضاشو بودن چون باید نواب این همشون هتل واسطان خیلی به قدرت نزدیک بود با دربار ارتباط داشت. این خواه در واقع یا اینکه اصلا راجع در واقع شهر سازی در واقع صحبت نشده، راجع به شرکت‌های شهرسازی در واقع صحبت شده و تو شرکت‌های شهرسازی هم راجع به مناسبات درونی اینه. تو شرکت شهرسازی وقتی داره طرح‌ای میشه جامعه شناس هم هست، اقتصاد هم هست و اینا رابطه اینا با هم مثلا بحث نشده. این شهرسازه معماره به اون در واقع جامعه شناسی که روش کار میکنه چجور نگاه میکنه، نقش اینو چجور میونه تو تهیه تر و اصلا خود این وضعیتی که در واقع شما مثلا به لحاظ صنفی انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی مشاوران ما شهرسازی دیگه مثلا که اصلا ما انجمن صنفی کارگری هم داریم، یعنی کارکنان هم در واقع باید خودشون صنف کنن و میتونن در واقع مطابق ما تو اینجا نداریم چنین اینو طبقا مثلا جادش مثلا به اینا هم بپردازیم و اینکه ببخشید بله آره و اینکه این در واقع شما کلا به اینو توش تجربه مثل دوست تجربه که مشاوره داشتن و اینکه اینها تو این دوران از بیرون حرفه نه فقط دولت از بیرون ما بخش‌های دیگه هستن که دارن به مسئله شهرسازی میپردازن و ببینید اون دوران اخیرتون سال‌های اخیری که مثلا خب دورایی هم بوده که شما داشتید کتاب رو تهیه می‌کردید دوره‌ای بوده که انجمن‌های شهری، گروه‌های شهری که داشتن از منظر کنشگری به شهر نگاه کردن به یه ترنگ‌برایی زدن که این ترنگ‌برا بعداً یه تأثیرای اتفاقاً داشتش تو نظام برنامه‌ریزی کشور. خیلی ممنون، متشکرم. میخواید اون آقایی که انتها هستن بله ممنونم. اینا تا بالاتر میگیریم من خوندن کتاب مریم رو از انتها شروع کردم از اون نتیجه گیریش و از همون پاراگراف اولش کاملا باش همدلی پیدا کردم به دلیل اینکه در همون خط اول با این عبارت شروع می‌کرد که می‌خواسته عنوان اولیه کتابش رو بنویسه برنامه‌ریزی شهری به عنوان یک فعالیت اجتماعی. در پایان همون پاراگراف اول وقتی که نتیجه اون تجربه کاری که در قدیم 15 سال پیش مشاور شهرسازی که کار می‌کرده رو می‌خواست بنویسه و با دیدگاهی که اصلا وارد اون کار شده بوده نوشت که من به این حرفه و به این کار به عنوان یک پیگیری امر غیر عمومی، یعنی کسی که این کار رو میکنه باید حامل خیر عمومی باشه، دفاع از خیر عمومی. خب من طبیعتاً با این درباره نگاه خیلی همدلی داشتم و با همون همدلی مطالب دیگه کتابش هم نگاه کردم. به نظرم میاد که
در کنار این همدلی عمومی که من با همه این مطالب داشتم، 2-3 تا قاب میخوام الان ترسیم بکنم که فکر میکنم این 2-3 تا قاب در کنار مطالبی که مریم در این کتاب نوشته کمک میکنه از اینکه ما بتونیم یه جامع‌تری نسبت به موضوع داشته باشیم. اگه میشه خلاصه بفرمایید. بله. یکی قاب اول در مورد جایگاه اصلا حرفه مهندسی مشاور و تنزل تدریجی جایگاهش در طول چند دهه. این مهندسین مشاور به این ترتیب وقتی شکل گرفتن بر اساس اون قانونی که می‌دونیم قرار بود که مدافع منافع عمومی باشند در یک مثلثی که یک مثلثش کارفرما یا حالا دولتیه، یه ضلعش پیمانکاره و ضلع سومش مهندس مشاوره و در چارچوب یه مقدار زیادی انجام اون پروژه‌های عمرانی که در واقع چون پروژه عمرانی بود مال همه بود و نقش مهندس مشاور در اینجا دفاع از منافع عمومی بود و مشخصا تو هم پروژه دفاع از منافع کارفرما. در یک دهه‌هایی در ابتدای کار خود بوروکراسی ایرانی، بوروکراسی دولتی و حکومتی از این جایگاه استقبال می‌کرد، از این جایگاه مهندس مشاور به عنوان مدافع حقوق خودش از کارفرمایی و منافع عمومی. ولی به مرور و موقعی که دفاع می‌کرد جایگاه مهندس مشاور هم یه جایگاه کاملا بالایی بود. من در طول 30 سال خودم اینو به چشم دیدم. این اتفاقی که افتاد مثلا از دهه 70 تا 90 چی بود. ولی به مرور اتفاقی که افتاد، من حالا توی مشاور معماری فعالیت کردم، ولی به هر حال این موضوع رو دیدم که کم کم کارفرماهای پروژه ها به نظر میرسه که اینا به مرور هر چقدر جلو میره اینا کم کم با اون پیمانکاری ارتباطاتی پیدا کردن، اصلا دیگه خیلی هم استقبال نمی‌کنن از اینکه از منافعشون و از اون منافع عمومی مشاور بخواد مرتب خشخاش بذاره، مثلا پیمانکار رو خیلی سختگیری بکنه در موردش. و یعنی در واقع اگر ما به این حرفه به خصوص در حوزه شهرسازی نگاه کنیم به اینکه قرار بوده پیگیر منافع عمومی باشه و خیر عمومی باشه، در واقع حالا باید یک کارفرمایی هم باشه که بیاد این پیگیری منافع عمومی یا خیر عمومی از طرف مهندس مشاور رو بخره. وقتی خود کارفرمای اصلی نمیاد اینو بخره، این به مرور دچار تنزل جایگاه میشه. این یک قاب. اگه میشه قابای دیگر رو کوتاه‌تر بگید چون واقعا آخر جلسه است. بله. از سال 84 از وقتی آقای احمدی نژاد سر کار اومد، عمدن در جهت تضعیف مهندسین مشاور و جایگاهش حرکت کرد. آقای احمدی نژاد اساساً از مهندسین مشاور خوششون نمیومد. آقای مشهودی اینجا هستن، خودشون یه تجربه درجه اولی دارن از زمانی که ایشون احمدی نژاد استاندار بود. در زمانی که رئیس جمهور شد برنامه‌ای رو پیاده کرد و یه تغییرات قانونی رو داد که عمدن مهندسین مشاور ضعیف بشن. یعنی چی؟ یعنی اون سیستم انتخاب مهندس مشاور که اساسا نباید بر اساس همون مدل انتخاب پیمانکار و مناقصه و این چیزا باشه. مهندس مشاور این مثل سمی که بر اساس مناقصه انتخاب بشه، ولی عملا این کارو کردن. مرتب این جایگاه دستمزدها و حق الزحمه‌ها رو به انواع مختلف بردن پایین که حالا مکانیزم‌های پیچیده‌ای داره توی این داستان که حالا من نمیخوام توضیح وارد اون بشم. ولی در واقع اون طرفی که باید خودش بخواد که این دفاع از جایگاه خیر عمومی و منافع عمومی اتفاق بیفته، مرتب در طول این سالها اون رو تضعیف می‌کرد. این باب دوم. باب سوم، ما الان به خود همین تهران نگاه کنیم. ما در مورد برنامه‌ریزی شهری داریم حرف می‌زنیم. نتیجه یک کار بزرگ برنامه‌ریزی شهری که بیش از 20 سال پیش کلید خورد، همین طرح جامع تهرانی که تقریبا هم دورش داره تموم میشه. اون طرح جامع که خیلی از برنامه‌ریزان شهری، خیلی شهرسازا، خیلی معمارا روش کار کردن، اون یه سری اهدافی داشت، یه سری چشم‌اندازایی داشت. الان ما بعد از 20 سال میتونیم این ببینیم آیا نزدیک شد به اون چشم‌اندازاش. ما وقتی که این کار بکنیم متوجه میشیم که
یک انحراف بزرگ از طرح جامعه، از همون طرح جامعه در کل این 20 سال اتفاق افتاد و یعنی نزدیک نتونست بشه عملا و بزرگترین انحراف در از اهداف اون طرح جامعه در کجاها اتفاق افتاد؟ دقیقاً در همون جایی که کمیسیون ماده 5 مسئولشه. یعنی شما الان کل پرونده، من یه دقیقه دیگه تموم میکنم، آمار پرونده‌های کمیسیون ماده 5 رو ببینیم حدود بالای 85%، 86%ش اینا پرونده‌های موردی افزایش تراکم، افزایش تغییر کاربری، افزایش سطح اشغال زمین، افزایش طبقه به ضرر فضای همگانی شهری و به ضرر منافع عمومی. خب بیش از 86%ش اینجوری بوده، فقط 14%ش بودن در جهت همون مأموریت اصلی بوده که کمیسیون ماده 5 روز اول براش طراحی شده بود. کمیسیون ماده 5 روز اول بر این اساس تو قانون گذاشته شد که آقا این بیاد طرح تفصیلی‌ها رو بر اساس شرایط بروز و پویای روی زمین، واقعیت زندگی روی زمین، بیاد این طرح تفصیلی‌ها رو با اینا هماهنگ کنه با اون اتفاقات و اینا. ولی بیش از 85% اوقات این کار نمی‌کنه، یه کار دیگه داره می‌کنه که اون انحراف از طرح جامعه است. انگار ما اینجا طرح‌های شهری رو تصویب می‌کنیم که بعداً انحراف از اون طرح‌های شهری بشه منبع درآمدمون. و این کمیسیون ماده 5 کی آقایون؟ کمیسیون ماده 5 هم همون کارفرماهای اصلی هستن که باید از منافع عمومی دفاع بکنن. کارفرما یعنی شهرداری و ادارات دولتی. رئیس کمیسیون ماده 5 که شهردار، دبیرخانه‌اش توی خود شهرداری. خیلی ممنون. ببخشید. درسته، ما ان شاءالله یه بار از شما دعوت می‌کنیم سخنرانی کنید حتما. چون فرصت نیست. اگر شما سوال آخر رو مطرح کنید دوباره. آخه فرصت نیست دیگه دوستان. حالا توی پذیرایی میتونید در خدمتتون باشید. بفرمایید شما اگه میشه کوتاه بفرمایید، یعنی حتما یه فرصتی ان شاءالله نشده میذاره دوستانی که نظر دارن بیان یه سخنرانی کنن خودشون. بله بفرمایید. بله. بفرمایید. بلندگو میشه بلندتر. کار ارزنده دیگری مورد گروهی نوشته شده، جامعه‌ای نوشته شده که راجع به خودش کمتر می‌نویسه، کمتر حرف می‌زنه، برای دیگران می‌نویسه ولی راجع به خودش کمتر. یه دریچه‌ای که باز شده مثلا کار بسیار گسترده‌ای به نظر میاد، خیلی وسیع‌تر و بزرگتر از این شده در کنار. اولین چیزی که سوال می‌کنم این مقدار باید می‌گردیم بخش خنده‌داری خوشمزه‌اش که این نسل‌ها که تعریف می‌کنه، زیر نسل‌ها که شما فهمیدید بعد از اجدادی شما به کرگدن می‌رسه، بعد میشه جاه طلب و آزاد طلب. نمی‌دونم این واژه کرگدن چرا انتخاب میشه. میتونست اگر در ادامه باشه مثلا میشه جان سخت، یا اگر می‌خواست ادامه پیدا بکنه بعد از کرگدن میشه دوست پلنگ. این تناسباتش رو من خیلی درک نکردم. دوست پلنگ آخریش هم میشه که پشکنکت میشه. این کتاب رو من مقدمش رو به دقت خوندم چون کتاب تقریبا توضیح میده، مابقیش رو به سرعت خوندم، بنابراین اون جایی که به دقت خوندم به دقت خوندم، اون جایی که به سرعت خوندم اشکال نداره. توی کتاب مطرح می‌کنه که رویکرد من یه رویکرد کل‌نگر هست که با این کل‌نگری کل رو مدیریت و برنامه‌ریزی که از نظر من کل این جامعه نظام برنامه‌ریزی کشوره که نظام برنامه‌ریزی کشور علاوه بر اون بحثی که کرده قوانین هست، سازمان‌های تصمیمی هست، سازمان‌های مجری هست، دانشگاه هست، مهندس مشاور هست. تمام شهرهای ما مسئول تعامل این نظام هست. اگر که اینها رو با هم ببینیم می‌بینیم چرا شهرسازی، چون من فکر می‌کنم وقتی که این نظام هست تا حدودی چون ارتزاقش از کجای عمرانیه تابع این نظامه، یعنی هر وقت بعضی اون خوبه بعضی هم مهم باشه. الان که در یک روی عمرانی هستیم بدترین شرایط دوران این هست. به این اعتبار من فکر می‌کنم حالا در
چه تابعی بوده از این دوره. بعد هم میرسه به 5 تا گروه. حالا از کردم مدلی صحبت کنم این بخش اسمشه یادم رو بدید اشاره میکنم. ببخشید فقط شما دارین خلاصه کتاب رو میگین، چون ما اینا رو خب نه سوالتون رو مطرح کنید. بله چون اینجوری نمیشه، چون ما در مورد کتاب صحبت کردیم به اندازه کار. بدین دوست جلویمون هم سوالشون رو مطرح کنن. سوال بپرسین دوستان یا نقد بکنین یا درسته بحث جداگانه مطرح نشه. خواهش می‌کنم. نکردم. این نکته خیلی جالبه. تیتر کتاب اومد جلو چشمم. نوشته شده شهرسازان و شهرسازی رو در رو با حرفه رو در رو مقابل با شهر و شهرسازان هست که اینها درونش طبق صحبت‌های موارد اجتماعی، اقتصاد سیاسی، زمان‌ها و هر چیزی تقابل و کنش میکنه، یا رو در روی شهرساز با حرفه وجود داره این وسط که مهندسین مشاور داره بالا، ادوار میاد بالا و اتفاقاتی که افتاده. این برام خیلی جای سوال تو عنوان تیتر بود که رو در روی شهرسازان با حرفه است یا رو در روی حرفه با شهرسازان، از کدوم جهت؟ خیلی ممنون. این میخوای شما هم دیگه جمع‌بندی کنید. بله بازم سوال دارین؟ بله شما هم بفهمید. بله چون آخر وقت دوستان خسته شدن، خیلی هم دارن میرن. عرض ادب می‌کنم خدمت همه دوستان. من خیلی وقتتون نمیگیرم، فقط یه سوال کوچیک بشه می‌خواستم بپرسم که خب اول صحبت که خانم کانسلان فرمودن بیشتر دانشجویان جوان رشته شهرسازی خیلی مطرح نیستن. اونم به عنوان یک دانشجوی شهرسازی می‌خواستم بپرسم چجوری میتونیم جانمایی بکنیم توی این رشته و به چه شکلی هستش. ممنون میشم ازتون که ممنون. بفهم. مرسی از توضیحات. من نمیدونم باید یعنی جواب که نمیتونم بدم، فقط یه جمع‌بندی کلی میکنم که یه توضیح کلی بدم، بعداً گفتگوی دو نفره ها یا چند نفره ها میتونیم صحبت کنیم. فقط یه توجه میخوام به یه موضوع جلب کنم، اونم اینه که من در پشت جلد کتاب اینو نوشتم که این کتاب نه در مورد شهرسازی، که در مورد نقش شهرسازان یا برنامه‌ریزان شهری است. یعنی در حقیقت من با تأکید زیاد میخوام بگم که حتی اینجا هم با جزئیات باز توضیح دادم که کتاب به بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعریف نقش برنامه‌ریزان شهری میپردازد و برای یافتن منطق تأثیر و تأثیر این عوامل بر چگونگی عملکرد برنامه‌ریزان شهری در موقعیت‌های متفاوت برنامه‌ریزی تمرکز می‌کند، نه بر نتایج و خروجی برنامه‌ریزیشون. یعنی اصلا توی این کتاب برای من نقطه تمرکز این نیست که نتیجه طرحی که داده میشه چیه یا بحران‌های حرفه تو اون لحظه، بحران‌های حرفه به معنی که کریم آسایش اشاره میکنه یعنی شهرسازی در اون نقاط چیه. مسئله من اینه که اصلا عاملیت در حقیقت یک نهاد چیه. به همین دلیلم باز تو کتاب توضیح دادم که سعی کردم یک روایت تاریخی که برای نهاد مهندسان مشاور میارم نه ناظر بر روایت‌های همیشه منتج از اتفاقات بالادستی سیاسی اجتماعی و تغییر دولت‌ها و تغییر نگرش‌ها و غیره یا رویکردهای متفاوت به شهرسازی از چپ و راست و غیره باشه، بلکه ناظر بر خود این موجود زنده باشه. یعنی من نهاد مشاور رو یه پدیده گرفتم و به عنوان با یک نگاه پدیدارشناسانه گفتم این نوزادی که به دنیا اومده الان چجوری شده که دندون درآورده، که شروع کرده به رشد، که یه تصادفی کرده، یه اتفاقی براش افتاده، بعد که بهش جایزه دادن خوشحال شده، خوش گم کرده، خورده زمین و اینجوری رفته جلو. یعنی اون تاریخی که من برای در ترسیم کردم برای این نهاد ناظر به خود نهاده، نه ناظر به نهادهای بالادستی یا گروهی که ازش متأثر میشن که شهروندان یا ساکنان بودن. اما در توضیح سوالی که نفیسه پرسید که
صدایی آیا از ساکنان جامعه در شهر هست یا چه برداشت نظری شهرسازا داشتن به توسعه وقتی اون کار میکردن. حالا من توی کتاب خواهید دید که یه جدول 60 و چند عاملی از عواملی که تاثیر میذارن اینا وقتی دارن کار میکنن تو مصاحبه ها آوردم. یعنی حتی از مصاحبه سوال نکردم، از حرفایی که خود اون آدما زدن فهمیدم که 64 تا عامل دارن هی بهش اشاره میکنن. یکی از اونها اینه که وقتی که دارن به توسعه، نیروهای مؤثر بر توسعه نگاه میکنن، بیشتر به چه نیروی نگاه میکنن؟ میشه بیشتر به دولت و چقدر به ساکنان یا شهروند نیست، خیلی کم، یک نفر مثلا از 24 مصاحبه‌ای که من کردم، یعنی وجود نداره در ذهنشون. یا در مورد دیگه یک رویکرد نظری به توسعه، خیلی وقتا خیلی واضح میگفتم ما اصلا منظور چیه از رویکرد نظری به توسعه در طرح شهرسازی؟ یعنی سوال حتی براشون نامفهومه، یه چیزی که انتظار داری چارچوب نظری طرح باشه. بیشتر الگو رو تکرار می‌کردن. تکرار کنم یعنی الگوی طرح جامعه رو به شکل تعریف شده تکرار می‌کردن. بنابراین این دوتا جزء فقدان هاست خب در بررسی‌ها. و اما در حقیقت یه چیزی که یه توضیحی هم که میخوام بدم در صحبت که آقای عطاری کردن که این دسته‌بندی ناظر بر نگاه غربی و ایناست، چون میتونه اینجوری تعبیر بشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اصلا این نهاد شکلگیریش اصلا درونزا نبوده. یعنی شکلگیری این نهاد حتی در همون دوره‌هایی که اشاره شما می‌کنید اصلا شکل گرفته از قالبی که داره از بیرون از ایران وارد میشه. خب به طور طبیعی هم داره همون زندگی رو میکنه. حالا جای آقای دکتر توفیق خالیه تو این جلسه و میخوام ازشون یاد کنم، ولی اولین سوالی که تو مصاحبه ازش میکردم چون اون تجربه اون زمان رو تو سازمان برنامه داشتم، فیروز توفیق منظورمه، من گفتن که پرسیدم که چی شد اصلا این نهادهای مشابه به وجود اومدن، گفتن چون کسی نبود که چیزی رو امضا کنه. هیچ که از مسئولیت هیچ چیزی رو تو سازمان برنامه قبول نمی‌کرد. گفتن یک نهاد اینجا بسازیم این مسئولیت رو قبول کنه که اینجا اینو امضا کنه که فردا روزی هم اگه خواستیم هر برای سرش بیاریم یه کسی باشه که باشه امضا کرده باشه. حالا با شوخی و خنده، ولی منظورم اینه که شکلی این نهاد در درون سازمان برنامه و بر اساس پسندمندیات اونا ناچارن از داره از چیز و بنابراین میتونه اینجوری باشه. و در اون توضیحی که من در چتر نهایی از این 5 تا ورییشنی که توضیح دادم برای گونه ها، اینو توضیح دادم که شما اگه این جهان رو نگاه کنین، برنامه‌ریزا از اون برنامه‌ریزی عقلانی به عنوان تکنسین فنی گذار کردن به برنامه‌ریزی سیاسی یا وکالتی، بعد رفتن ترکیبی، بعد رفتن نمیدونم وکالتی، بعد رفتن تند شدن، رادیکال شدن، غیر این تاریخ و پارادایم شیفت واقعا انجام دادن، یعنی تغییر الگوواره. و من این توضیح دادم که در ایران این اتفاق نیفتاده. یعنی اگه بخوای چشتو ببندی بگی به طور کلی همشون تکنسین فنی هنوز در ادبیات جهانی، ذیل اون دارن یه ذره بازی میکنن هر جایی که فضا هست. و اینا خواستم باز توضیح بدم که این روشن بشه. فقط برای اینکه دیگه تموم بشه یه سوال دوست جوونم جواب بدم، برای اینکه به نظرم مهمترین نقشی که میتونه این جلسه داشته باشه اینه. من فکر میکنم الان در برای جانمایی در حرفه توی این کتابم نوشتم، من فکر میکنم اول باید تاریخ اون کاری که میخوایم بکنیم رو بشناسیم و این کتاب یا کتابای مشابهی که داره اون تاریخ رو توضیح میده به شما تصویر کلی رو میده یا اون جغرافیای کلی رو ترسیم میکنه و بعد عوامل داخلش رو توش ترسیم میکنه و حالا میگه که شما کجا میتونی وایسی، کجا دوست داری وایسی توی این سازمان. میتونی بر اساس این نقشا هر کدوم هم الگوها رو دنبال کنی، هر کدومشون هم نتیجه‌های خاص خودشون داره. ولی الان در زمانی که ما توش هستیم، حالا همونجوری که کریم آسایش داره، ما در حال حرکت از برنامه‌ریزی عقلانی به سمت برنامه‌ریزی کنشی هستیم یا کنشگری هستیم. در برنامه‌ریزی اینکه تا چه حد این کنشگری‌ها داره طرح‌های در شکل دهنده شهرهای ما رو متأثر میکنه یا نمیکنه هنوز به نظر من نمیکنه، ولی داره اونا رو به چالش میکشه یا داره آدم‌ها رو مجبور به پاسخگویی یا حداقل مجبور به فکر کردن میکنه. بنابراین به نظر من
میشه اینجوری فرض کرد که شروع به کنشگری شهری حداقل میتونه قدم اولی باشه برای اینکه آدم با مسائل روی زمین مواجه بشه، با دغدغه‌های واقعی شهروندان و شهر مواجه بشه و در ادامه با تقویت دانش، اون چیزی که آقای عطایی همیشه روش اشاره دارن، و حساسیت‌ها و دغدغه‌هایی که در این بین پیدا میکنه، اون وقت ببینه که میتونه اون دانش رو در خدمت اون واقعیت عملی بیاره و تبدیلش کنه به، یعنی شروع کنه به یک تغییر یا اون پارادایم شیفتی که باید اتفاق بیفته. همین. من در یک دوره دیگه من خواستم اینجا فقط یه تشکر ویژه‌ای هم از چندین نفر انجام بدم. اول از همه از کاوه میخوام تشکر کنم که یار منه، نه فقط در زندگی بلکه در همه کارهای همه جوره، از علمی، غیر علمی، زندگی، همه چی. فکر میکنم صبوریش در این مدت باعث شد که این کار به انجام برسه و انگیزه بخشیش، به خصوص در زمانی که همیشه زنها یک نیروی استاپی همیشه برای اینکه یک کاری به نتیجه برسونن دارن و این حمایت ها همیشه به نظر من کمک کننده است. و علاوه بر اون از همه کسایی که با مصاحبه هاشون که الان همه حضور دارن تک تک نمیتونستم چون میترسم جا بندازم، ولی نمیدونم اسم برم، ولی همه دوستایی که اینجا هستن و نیستن ولی مصاحبه هاشون به نظر من کمک کرد که من خیلی چشمم بیناتر بشه. از همه‌شون خیلی خیلی متشکرم و یاد اونایی رو که الان نیستن، مثل آقای کلانتری، مثل آقای مهدی زاده، مثل آقای عدالتخواه، واقعا جاشون خالیه اینجا. خیلی از همتون متشکرم. بازم ممنون از شما آقای عطاری هم می‌خوایم یه نکته‌ای برای ادامه کاری رو که میخواد هر کسی انجام بده و شهرساز و اینا. ببین مقوله‌ای رو که من میگم اینه که شما اقتصاد توسعه فرق میکنه با فرایند اقتصادی رو که تو کشور پیشرفته هست. به اون کار دارم. هرچند که خود مبنای اقتصاد توسعه هم از غرب اومده. در اون چیز نیست. مثلا تو اقتصاد توسعه دولت یه نقشی داره که نه در سیستم‌های کشورهای پیشرفته اون نقشون نداره و این اگر که بیای مثلا اون ترکیبی رو بگیری یا خیلی بخوای دموکراتیکش بگیری اون وقت میبازی، چون اونم اجبار این هستش که شما چون کشورهای مثل ما عقب مونده است، میزان سرعت حرکت بالاست، مثلا به اونا نهادشون 300 سال بلوغ پیدا کرده. شما باید همون نهاد رو که نمیتونید در جای مرتبه ما یا مقایسه بکنی که ما داریم اون مسیر رو میریم. فقط همین نکته. خیلی ممنون. خسته نباشید. سرتون بخیر. دوستان طبقه اول امکان پذیرایی هست و کتابم هست و میتونید تهیه کنید. سرتون بخیر. خیلی ممنون. خیلی ممنون.